در ادامه تمرینات بداهه نوازی ساده با همدیگه تو این ویدیو بیاتورک میزنیم. بیاتورک 2. توی ویدیو قبلی هم عرض کردم که این ویدیوهای بداهه نوازی مخصوص اون دسته از عزیزانی است که ردیف‌های استاد صبا رو که تقدیم حضورتون کرده بودم رو اجرا کردن. حالا با هم دیگه بداهه نوازی ساده میکنیم. توی ویدیوی قبلی چند تا بداهه نوازی بیاتورک زده بودیم. حالا اینجا میخوایم که بیاتورک با کوک متفاوت نسبت به اون رو بزنیم. کوک اون هست ر، لا، دو، سول. کوکی هست که توی کتاب ردیف استاد ملک هست که شامز رو باشه تقدیم حضورتون کردم. سیم اول میشه ر، سیم دوم میشه لا، سیم دوم سو، دو و سول. بچه‌ای که میخوام بیاتورک بزنن تو ویدیوی دیگه بیاتورک های ساده تر هست با کوک می، لا، ر، سول. از دو شروع میکنیم. ببخشید لا، حالا کوک هم داشته باشیم. از دو سی کرون داریم. دو سی دو، سی لا دو. پس شد دو سی دو، دو سی دو با یارشه، سی لا دو هم با یارشه. میشه دو سی دو، سی لا دو، سی لا دو، سی لا دو، سی لا دو. تکراراش دست خودمونه. ر، دو، سی، لا، سول. انگشت چهارم رو سیم سوم که با سیم بالایی میتونیم دوبل بگیریم. میشه سول، لا، سی، دو، ر، دو، سی، دو، ر. میشه دو، ر، می، ر، می، ر، دو، ر، دو، ر، دو، ر، دو، سی، دو، سی، دو. لا، سی، دو، ر، دو، سی، دو. لا، سی، دو، ر، دو، سی، دو. بم از سول میاد. سول، سول، لا، سی، دو، سی، لا، سی. لا، سی، دو، ر، دو، سی، دو. سول، لا، سی، دو، سی، لا، سی. سی، دو، ر، می، ر، دو، ر. سی، دو، ر، می، ر، دو، ر. لا، سی، دو، ر، دو، سی، دو. لا، سی، دو، ر، دو، سی، دو. سول، لا، سی، دو، سی، لا، سی. میشه سول، لا، سی، دو، ر، دو، سی، دو، سی، دو. میریم رو سیم سوم. دو، ر، دو، ر، می. ر، دو، می. میشه ر، می، فا، می، فا، می، فا، می، ر، می، ر، دو، ر، دو، ر. ر، می، فا، می، فا، می، فا، می، ر، می، ر، دو، ر، دو، ر. سی، دو، ر، دو، سی، ر. دو، ر، می، ر، می، ر، می، ر. گیریستان دو، می، ر، می، ر، می، ر. میشه دو، ر، می، ر، می، ر، می، ر. می، ر، دو، سی، دو. رو سیم اول ر، ر، می، فا، سول، فا، می، ر. سول، فا، می، سول، فا، می، سول، فا، می، سول، فا، می. فا، می، فا، می، ر، می، ر، دو، ر، دو، ر. دو، ر، می، فا، می، ر، می، فا، می، ر، می، فا، می، ر، دو. سی، دو، ر، می، ر، دو، ر، می، ر، دو، ر، می، ر، دو، سی. لا، سی، دو، ر، دو، سی، دو، ر، دو، سی، دو، ر، دو، سی، دو، ر، دو، سی، دو. دو، سول، دو. ممنون به همه شما.